خوش آمدید به کانال خوبشناس شیرین در یوتیوب. زیاد با من سوال ها شد اویدی پراورکا запрет و چخیل کشودن запрет و امنیسیای مهاجران در روسیه و غیره. با دقت ویدیو من رو گوش کنید. سوال ها باشه در پایان ویدیو فقط نویسید، وقت به سوال های شما جواب میگردونم. نفرانی که اگر یعنی که موبیلی تلفن دارید یا که اینترنت مثلا وای دارید، نوتبوک دارید یا که کامپیوتر دارید، یاندекс می‌دارید، анамхе یاندекс می‌دارید، می‌نویسید официальный сайт МВД Российской Федерации. Mana همین официальный сайт نویسید، این می‌برید، زیر می‌کنید، بعد انا اینجا زیر می‌کنید МВД России. بعد دیگه صفحه اساسی می‌برید. صفحه اساسی برآمد مانا для граждан زیر می‌کنید. وقتی для граждан زیر کردید بعد سرویس по вопросам миграции میاد و زیر می‌کنید حتما. بعدا وقتی همین سرویس по вопросам миграции زیر که کردید صفحه می‌برید که یعنی که تفتیش همون проверка запретов همونا یافته زیر می‌کنید. مانا برآمد حتما این رو که یافتید انا همین رازدیل دیدید، انا همین رازدیل مانا همین رازدیل زیر می‌کنید. بعدا که صفحه برآمد این رو پورا میخونید، میفهمید. بعدا بینید همینجا فامیلیا به زبان لاتینی فامیلیاتون مینویسید، نامتون به زبان لاتینی مینویسید، بعد فامیلیا به زبان روسی مانا نامتون به زبان روسی، بعد отчество نام پدر مینویسید، بعد پول یعنی زن یا مرد هستید این галочка را زیر میکنید، زن باشید زن، مرد باشید مرد زیر میکنید. بعد گражданство نویسیدگی مانا یعنی که شهروندی کجا هستید، شهروندی کدام دولت هستید، галочка را زیر میکنید. انم دولت اختونا تاجیکستان می ازبکستان می یافته زیر میکنید. غیر این بعد انم از کدام دولت پاسپورت گرفته همون نامی همون دولت اینجا می نویسید. بعد انمی کد در همین کد انم پایان می نویسید، پورا انمی کد به خط می نویسید. بعد отправить запрос میکنید. جواب شما انم جمعیت که آیا شما запретون کشوده شده است، کی کشوده شده است یا که запрет شما تو حالی هست، همینجا انیق به شما یعنی که جواب می آید. و غیر این گفتنی هم که نفرانی هستن که запретشون دیدن و دیدن که تو حال запрет دارن و من مراجعت کردن چیکار کنیم. در همین صفحه می توانید که با واسطه همین MVD عریضه و حجت خود رو سپارید و یعنی که برای کشودن запрет شما. این در ویدیو دیگر هم من به شما میفهمونم. عین حال امکانیت نیست که درباره نوشتن عریضه با MVD به شما فهمونم. در ویدیو دیگر حتما میفهمونم. و همین رو باز گفتنی هم که نفرانی که سوال داده درباره امنیسیای مهاجران در روسیه، امنیسیا می شود اما روزش انیق نیست. وقتی که شد ما حتما به زبان تاجیکی به شما اعلان میکنیم امنیسیا درباره مهاجران در روسیه. غیر این سوال شد که از طرف فیسبی اگر وای شده باشیم یعنی запрет شده باشیم امکانیت هست که شدن. عموما امکانیت نیست وقتی که فیسبی روسیه اگر شما رو запрет مونده باشد. سرگردانه شوید به گپی هر کس باور نکنید. غیر این سوال ها شد که بعضیا میگن که پاسپورت نداریم، بعضیا میگن میگراسیونی کارتا نداریم، من از 30 سپتامبر نزدیک اومده است چیکار کنیم. با شما گفتنیم که این قدر ماه اعلان کردن در کجا بودید. یک دومی که پاسپورت ندارید با کنسول همون دولت خودتون سفارت خودتون در روسیه مراجعت کنید. ممکن که پاسپورت گیرید. بعد پاسپورت گرفتن با OVM یعنی فیمیس پیشتر مراجعت کنید، عریضه دهید برای گرفتن دوبلیکات میگراسیونی کارتا. وقتی دوبلیکات گرفتید مرحمت میتونید رجیستراسیون کنید و پاتنت کنید و همیشه رفتن گیرید. و غیر این سوال ها شد. با سوال های شما یعنی من گفتنیم که نفر سوال داد امیر جان بهروز یعنی و سوئیس پرسیلین برای گرفتگی در تاجیکستان است عینی حال و با همراه اپاش و خواهرش سوال داده است که ما چیکار کنیم. با زبان روسی سوال додо است. Амир Джон Бехроз, вы если получили это свидетельство о переселении, обращайтесь в консульство Российской Федерации в город Душанбе или в город Худжан. غیر این سوال شده است از طرف دلشد تردی علیف اویدی ماده 200 قسم 2. من به شما گفتنیم که در ماده 8 اف آمده است که جنایت های زیرین یعنی اف کردن نمیشن. در اونجا ماده 200 قسم 3 و 4 است. از اینجا معلوم است که ماده 200 قسم 2 ممکن که اف تطبیق شود یا مهلت کم شود یا آزاد شود. این رو وابسته از مهلت همون نفری که از آزادی محروم است. و غیر این سویاس با سوال داده است درباره 110 ماده مراجعت کرده است که شوهرش این جنایت رو صادر کرده است. گودک خردسال دارد چیکار کند به زبان ازبکی. سویاس من سزگای تمام که راز майда балангиз буса шароитингиз огир буса ҳатман аппарат президентга ариза ёзинг, бирон адвокат ё топинг ёзинг, ки прокуратура генералига ҳам ёзинг. ҳуҷҷатларингизни ҳатман ҳамасini копиясini топширинг.
غیر این سوال اومده است از طرف باز سلیمان مادای 8 سوال داده است که نابالغان جنایت وزنی کنن آیا یا معیوبان اف تطبیق نمیشه؟ تطبیق نمیشه. در ماده 1 تطبیق شد که اونها آزاد میشن. در ماده 8 جنایت وزنی، کشتار یعنی تجاوز به ناموس و دیگر یعنی اف تطبیق نمیشود. در امان خداوند باشید. سوال ها باشد در پایان ویدیو نویسید. با شما بود حقوق شناس شیرین.